سلام دوستان، سارا هستم با کانال کلش باز سارا. من تو لول 19 این دسته نبرد رو انتخاب کردم. تو نبردام بیشتر برنده شدم. حالا اگر دوست داشتین شما هم از این دسته نبرد استفاده کنید. خب میریم که شروع کنیم. واسه شروع من برج جهنمی رو میذارم، چون اینا هم از این سمت اومدن. گابلینا رو میذارم. این که تموم میشه. خب من والکری رو میذارم که جلوی این. اما خب پشبندش اینم میذارم. اوه برج جهنمی رو میذارم که اینا رو بگیرشه. خب الان دشکو رو میفرستم. دشکو رو میفرستم. برج جهنمی رو باید سریع بسازم. والکری رو میفرستم نجات بده این ورها. میتونه موفق بشه. خوبه. خب از اینجا بگیر اینا هم لازم شد. من باید فقط سریعا حمله کنم یعنی به چوخ کنم. کدومی که سرش گرمه من اتک میزنم دیگه. اتک مالی با اتک کنم. کلان گرم شد. این چه دستی شد میگم. من پول کردم ولی خود به شما توصیه میکنم هول نکن. تا این خیلی محدوده. من باید سریع نیروها رو بفرستم. وحشی حمله کنم. من باختم. بازی دیگه برد و باخت داره، اما خب معمولا این دست جواب میده. حالا اگه دوست داشتین کانال رو سابسکرایب کنین. من بازی زیاد انجام میدم و بیشتر مواقع برد زیاد دارم. حالا الان یکی باختم اشکال نداره.